دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه. امید دولت سرمتخصص مؤسسه دولتی اگنتی با کار تامین کنی در خارجه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و فاروق صادقов، کارمند مسئول مرکز تحقیقات سوسیولوژی زیرکلا، مسئول تلفن باوری مهاجرتی به خطر. خوش آمدند. سلام و شنوندگان ارجمند، طور میدانیم مهاجرت یک روند معتدل است برای جامعه جهانی و اخیراً که گویم سیاستی درهای باز فعال است و امروز هر یک نفر از صاحب تخصص میتواند در دلخواه کشور فعالیت خود را ادامه بدهد و با کار و با شغل تامین نمودن شهروندان یکی از مقصدهای اصلی حکومت جمهوریمون و پرزیدنت محترم ما قرار دارد، در مد نظر هست و محض با همین مقصد مؤسسه های دولتی در نزد وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و همچنین در نزد خدمات مهاجرت پیکار فعالیت هستند و اگنتی با کار تامین کنی در خارجه یکی از چنین مؤسسه های دولتی است. میخواستم سراول امید دولت شنوندگان ما را در جریان فعالیت های اگنتی با کار تامین کنی در خارج کشور بگذارید و بگید که از کدام سال این جانب این مؤسسه دولتی پیکار و فعالیت است. تشکر زیاد. مؤسسه دولتی اگنتی با کار تامین کنی در خارجه در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 146 از 3 مارت سال 2014 تأسیس یافته شده است. ساختار تابع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. این سال دهم سال می شود که اگنتی ما فعالیت دارد. مقصد از تأسیس اگنتی ما این به تنظیم در آوردن روند مهاجرت که یکی از پدیده‌های جهانی می‌باشد و یک دولت با مهاجرت شهروندان هر یک دولت می‌روند. این یک پدیده جدا می‌شونده جمعیتی می‌باشد. اگنتی با کار تامین کنی در خارجه از چهل قید کردیم از سال 2014 این جانب فعالیت می‌نماید. اصلا سمت فعالیت اگنتی این به طور متشکلانه است و بر نمودن شهروندان بدون از کانون‌های جمهوری تاجیکستان میباشد. تا این دم اگنتی با زیاده از 13 دولت جهان شرکت‌های 13 دولت‌های جهانی سازش‌نامه‌های با همکاری برای به امضا رسانیده شده است. تشکر میگیم و شنوندگان گرامی، شما برنامه ما رو مستقیما روی موج 112 FM صدای دوشنبه میشنوید و تلفن های ما در استودیو 227 6152 227 6172 هست و همچنین رقم فعال ما 811 0122. اگر شما دایر با این مسئله یعنی جهت با کار تامین کنی شهروندان در خارج کشور سوالی دارید، مرحمت میتوانید پیشنهاد نمایید و مسئولین با سوالهای شما پاسخ خواهند گفت.